طبق را لیسیدن پیغمبر خدا گفتند که حضرت جابر روایت میکند امر بلعق الاصابع والصفحه وقال انکم لا تدرون فی ایها برکه. پیغمبر خدا گفتند شما را امر میکنیم اینکه انگشت هاتون بلیسین و طبق را هم، صفحه گفته طبق هم میگن، طبق را هم لیسین، زیرا اینکه شما نمیدانید در کدام مکان طبق برکات هست، شما نمیدانید. در دوام حدیث پیغمبر گفته است که ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه فانه لا یدری فی ای طعامه برکه. پیغمبر دستش در همون دستمال نمیشکیده است تا وقتی که اگر دستهاش نمیلیسیده است. از این خاطر لیسیدن طبق، لیسیدن دست شما بسیار برکات دارد، زیرا شما نمیدانید همون برکات طعام در کجای طبق است.